مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و سالم و سرحال باشید. امروز در برنامه پشت پرده میخوایم افشا بکنیم پشت پرده کشته شدن این چهره، آرمیتا گراوند، دختر 17 ساله‌ای که در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران کشته شد. البته بین کشته شدن و فوت کردن اختلاف نظر و بحث‌هایی وجود داره که در طول این ویدیو به شما خواهیم گفت. اگر داستان آرمیتا گراوند رو نشنیدید و نمیدونید، در طول این ویدیو به شما خواهم گفت، آنالیز خواهیم کرد، تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ای که در ایستگاه مترو ضبط شده، شبهات زیادی وجود داره و البته با چیدن یک سری پازل ها، اسناد مدارک و مصاحبه ها کنار هم دیگه میتونید به حقایق عجیب و غریبی در طول این ویدیو دست پیدا کنید. آرمیتا گراوندی که متولد 13 فروردین ماه سال 1385 بود، تنها 17 سال سن بیشتر نداشت و در تاریخ 9 مهر ماه سال 1402 در مترو تهران یک حادثه تلخ براش رخ میده. در همون ساعات اولیه خبرهای ضد و نقیض در خصوص فوت آرمیتا گراوند زیاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. عده‌ای میگفتن که او صبح هنگامی که میخواسته بره مدرسه سوار مترو شده و اونجا یه سری از مامورانی که به حجاب اصطلاحاً تذکر میدن و خیلی کسایی که حجاب ندارن میان و وارد قطار میشن، وارد مترو میشن یا وارد اون واگن ها میشن، اگر حجاب نداشته باشن بهشون تذکر میدادن و آرمیتا گراوند هم یکی از اون کسایی بوده که بدون حجاب وارد اون واگن قطار شده و ماموران باهاش درگیر شدن و هلش دادن و با برخورد سرش به اون ستون هایی که داخل واگن هستش متاسفانه از هوش میره، سرش میخوره زمین و ضربه مغزی میشه و این نوع کشته شدن چیزی شبیه ماجرای کشته شدن مهسا امینی هستش. اما روایت ها و صحبت ها در این خصوص متفاوته. اون چیزی که مشخص هستش، ابتدا صدا و سیما یک مستندی رو پخش کرده بود از ماجرای کشته شدن آرمیتا گراوند که در طول این ویدیو بهش خواهیم پرداخت و آنالیز میکنیم که چقدر این تصاویری که پخش کردن مستنده و چقدر این تصاویر میتونه درست باشه. من خودم وقتی تصاویر رو تحلیل آنالیز میکردم یه برداشت داشتم، وقتی که واکنش مسئولین تو ایران میدیدم و واکنشایی که توی خبرگزاری مختلف داشتن، یه سری جایی که من شک داشتم، شک ما به یقین تبدیل میکرد، به خاطر اینکه معمولا رسانه‌های داخل ایران بر اساس سیاست‌ها و خط قرمزهای خودشون این اخبار رو جابجا میکنن. مثلا چه لزومی داره اگه دختر بچه‌ای که این حادثه براش رخ داده میان تدابیر شدید امنیتی رو براش در نظر میگیرن توی بیمارستان فجری که این دختر بچه اونجا بستری بوده، هر کسی که میخواسته بره گزارش بگیره، خبرنگاری که از روزنامه شرق و جاهای دیگه رفته بودن اونجا رو به محض اینکه وارد اونجا میشدن بازداشت میکردن و هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نمیدادن. همین عدم شفافیت خبررسانی، اینکه کسی نره و جستجو نکنه که علت خبر چی بوده و اصطلاحاً پشت پرده این اتفاق چی بوده، خب این قضیه رو مشکوک میکنه. شمایی که ریگی به کفشتون نیست، شمایی که فکر میکنید مشکلی پیش نمیاد، چرا میایید و این نوع واکنش رو نشون میدید؟ این گزارشی که بازجو خبرنگار صدا و سیما آمنه سادات ذبیح‌پور تهیه کرده رو با هم ببینیم. من سعی میکنم که سکوت بکنم، کامل ببینید، بعد من برای شما باگ ها و سوتیاش رو در میارم. شاید برای شما ثابت نشده باشه که چه اتفاقی افتاد. ببینیم این گزارش رو، حالا لابلش هم توضیح به شما میدم. دختری در ایستگاه خط 4 مترو تهران بیهوش می شود. اینجا در این تصویر. خب نکته‌ای که وجود داره اینه، ببینید تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ای که یا مداربسته ای که
منتشر میشه تصاویر دوره که تصاویر داخل واگن رو نشون نمیده. قطار شماره 134 و تصاویر رو هم حالا به نوعی سفید کردن که بتونن فوکوس رو روی این حادثه و این اتفاق بیشتر بکنن. ببینید فقط این تصویر رو پخش میکنن و میدونید که شهرداری تهران از سال 1390 الان 402 از سال 1390 یعنی از 12 سال پیش تمام واگن ها رو مجهز به سیستم دوربین های مداربسته کرد و البته تمامی این ضوابط و تمامی این اتفاقات قسمتیش برای کنترل حالا حجاب و اینا بوده. 99% به خاطر امنیت هستش. میدونید که دستگاه اطلاعاتی امنیتی تو ایران تمام چیزها رو کنترل میکنن. دیگه حساب بکنید وقتی سهام اسنپ رو میخرن به خاطر اینکه ورود و خروجا رو کنترل بکنن، مسافرها رو کنترل بکنن، دیگه کنترل کردن واگن های قطار یه چیز نرمالی براشون میتونه باشه. شما وقتی به سایت شهرداری تهران مراجعه میکنید و اصطلاحاً جای مختلف، شما متوجه میشید که شرکت واگنسازی تهران اومده گفته که تمامی این دستگاهی که قطارهایی که اینا دارن شامل دوربین های مداربسته هستش. این قطار قدیمی که اصطلاحاً متروهای قدیمی هستش که وجود داره. یه سری قطار داشتن، قطارهای سری 1200 توی تهران، عکسشون هم این شکلیه. این قطارها قطارهای 1200 یعنی دقیقاً چیزی شبیه این قطاری که اصطلاحاً ما در حادثه آرمیتا گراوند دیده بودیم. دقیقاً همین است. وقتی میریم بالا توی توضیحاتشون میخونیم راجع به تعداد واگن ها و مشخصاتی که وجود داره، گفته هر واگن دارای 8 نمایشگاهگره. همچنین این قطارها دارای سیستم دوربین های مداربسته است. این برای قطارهای سری 1200. وقتی میریم پایین‌تر قطارهای سری 1300 هم که این پایین هستش شکلشونه، باز هم اینا رو وقتی میریم داخلشون میخونیم توضیحاتشون نوشته که این قطارها هم داره سیستم دوربین های مداربسته هستش. اینا چیزایی که خود شهرداری اعلام کرده. قطار 1400 هم همینطور گفته که سیستم تهویه مجزا داره، نمیدونم ضبط تصاویر رو از ابتدا انتها انجام میده، یعنی 2 تا دوربین داره تو جهت نمایش و کاملا سیستم داخلش با دوربین های مداربسته هستش. قیافه هاشون این شکلیه. یه قطار دیگه هستش، قطار سری 1500. اینها هم مجهز به سیستم دوربین های مداربسته هستش. اینا هم شما میدید تازه اینا یه مقداری مثلا سیستمشون قطعی. قطارهای سری 1700 اینا هم با سیستم دوربین های مداربسته داره. یعنی تمام قطارهایی که شرکت واگنسازی تهران معرفی کرده بوده و اینجا میبینید همشون بلا استثنا داخلشون دوربین داره. خودشون اصلا توی تبلیغاتشون اومدن گفتن. اما ما میبینیم تصاویری که از لحظه این اتفاق و این حادثه به عنوان حادثه آرمیتا گراوند منتشر کردن، هیچ تصویر از داخل واگن رو نشون نمیدن. این شایبه این که داخل واگن اتفاقی افتاده رو بیشتر میکنه. شما اگر به این تصویر هم نگاه بکنید، در لحظه‌ای که دوستاش دارن آرمیتا گراوند رو میارن بیرون، نگاه کنید. من صدا رو کم کنم. اینجا نگاه کنید، یه شخصی با دست هلشون میده بیرون واگن. نگاه کنید یه بار دیگه. اینجا چه لزومی داره طرف تو با دستت هلش بدی بیرون؟ البته وقتی تصویر کامل‌تر می‌بینیم یه مقدار این شایعه هول دادن کمتر هم میشه، ولی خب به هر حال من میخوام همه زوایای این اتفاق رو به شما نشون بدم. دختری در ایستگاه خط 4 مترو تهران بیهوش میشود. اینجا در این تصویر. این گزارش صداست. فقط ببینید. بچه دبیرستانی در مترو تهران به دلیل آزار و اذیت ماموران بلافاصله شبکه‌های فارسی زبان یه تصویر دوربین هم از این سمت نشون میدن، از این سمت و این سمت، یعنی تصویر داخل واگن رو نشون نمیدن. خارج از کشور اعلام کردند این دختر با ماموران تذکر حجاب در مترو مشاجره کرده و آنها آرمیتا را هول داده و سرش به یک آهن خورده. هولش دادن این خانم رو. گشت ارشاد یا همون حجابان‌ها در مترو تهران به شدت مجروح شده. این اقدام به قتل اتفاقی نیست. از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت. حادثه‌ای که تلاش می‌شود با اتفاقات گذشته شبیه سازی شود. او قربانی در واقع گشت ارشاد شده، او یک قربانی دیگر است. خبر این دختر 16 ساله رو شنیده، اون رابطه‌های موازی رو مسافران رو زیر نظر دارن و با دوربین فیلم برداری می‌کنن. چرا این فیلم‌ها رو منتشر نمی‌کنن؟ حالا شرکت مترو تهران فیلم دوربین‌های دوربین‌های جالب به شما بگم،
این صدای آمنه سادات زبیپور نیست، اما دقیقاً همین گزارش رو به صدای آمنه سادات زبیپور هم میشنوید. دختری در ایستگاه خط 4 مترو دقیقاً همون گزارش رو دادن آمنه سادات زبیپور هم تهران بیهوش میشه. ببینید فاصله شبکه‌های فارسی این صدای زبان اگه صدای این آلرژی دارید میتونید صدای اون یکی خبرنگار رو هم بشنوید. حالا با صدای آمنه سادات زبیپور هم میتونید بقیه‌اش رو بشنوید. خارج از کشور اعلام کردن این دختر با ماموران تذکر قولش دادن این خانم رو این همون گزارشه، ولی آمنه سادات زبیپور اومده و گزارش در متروی تهران به شدت مجروح شده. این اقدام به قتل اتفاقی نیست. از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت. حادثه‌ای که تلاش می شود با اتفاقات گذشته شبیه سازی شود. او قربانی در واقع گشت ارشاد شده، او یک قربانی دیگر است. خبر این دختر 16 ساله رو شنیده، اون رابطه‌های موازی رو مسافران رو زیر نظر دارن و با دوربین فیلم برداری میکنن. چرا این فیلم ها رو منتشر نمیکنن؟ حالا شرکت مترو تهران دوربین های مداربسته این خط را منتشر کرده. اینجا ساعت 6:52 صبح 9 مهر ماه آرمیتا در حال ورود به مترو است. تصاویر مقدار بی‌کیفیت اینجا، اما وقتی تصاویر با کیفیت رو می‌بینیم متوجه میشیم که تصاویر کات شده، توالی و میزانسن نداره، پشت سر هم نیست و هلوش 3 دقیقه و 16 ثانیه از این تصاویر کات شده و تصاویر کامل نیست. پس این نشون میده که این قضیه باز مقداری مشکوکه. ساعت 6:52 و 40 ثانیه وارد پله برقی مترو می شود. او پس از پله برقی اول، یعنی کمتر از 2 دقیقه بعد، از گیت عبور می کند و اینجا 6:54 و 50 ثانیه وارد سوپرمارکت مترو می شود و این دوربین های سوپرمارکت در همان لحظات. ساعت 6:57 و 31 ثانیه او از سوپرمارکت خارج شده و چند ثانیه بعد وارد پله برقی دوم می شود. ثانیه های بعد او به همراه دوستانش در خط 4 اینجا روی صندلی منتظر دیده می شوند. تا اینجا هیچ درگیری و مشاجره‌ای با کسی وجود ندارد. او و دوستانش منتظر مترو میمانند. مترو اول میآید و آنها سوار نمیشوند تا دوست دیگرشان برسد. از لحظه آمدن آرمیتا برای نشستن بر روی این صندلی تا لحظه سوار شدن او به همراه دوستانش 8 دقیقه و 40 ثانیه طول می کشد که هیچ گونه مشاجره و درگیری وجود ندارد. ساعت 7:08 صبح آرمیتا و دوستانش سوار مترو می شوند و بعد از 4 ثانیه سرش گیج می رود و به عقب برمی گردد و به لبه مترو می خورد. راهبر خط 4 مترو همانطور که این دوربین نشان می دهد در حال تحویل گرفتن خط در همان لحظات است که از آن حادثه می گوید. تو اون لحظه چون در کابین خودم باز بود و داشتم مصور رو می دیدم، بیهوش بود اون دختر. بیهوش بود و هیچ تحریک هم نداشت. زمان خیلی کوتاهی هم، یعنی بیهوش. نکته که وجود داره اینه که این مرده وقتی میخواد بره سوار اصطلاحاً چیز بشه، اون قسمتی که حالا مال لوکوموتیو ران هستش، به محض اینکه میخواد سوار بشه تمام نگاهش به سمت دره. یعنی انگار یه سر و صدای اونجا اتفاق افتاده که این داره توجه میکنه، وگرنه چون وقتی میخوای بری سوار شو روتین سوار میشی دیگه. اینجوری که نمیری سوار بشی که، مگه اینکه یه چیزی توجهتو جلب بکنه، یه صدای توجهتو جلب بکنه. نگاه اینجا نگاهش رو از اینجا نگاهش رو به دره. بیهوش بود و هیچ تحریک هم باز هم زمان خیلی داره فالو میکنه و دنبال میکنه اون اتفاق. کوتاهی هم، یعنی چند ثانیه، مثلا 10 ثانیه بیشتر نشد. و دوستان او که همراهش تا آخرین لحظات بودند ماجرا را این گونه شرح میدهند. قرار گذاشته بودیم که بریم مدرسه مثل هر روز. ما متروی شهدا قرار می‌ذاریم، من و 2 تا از دوستان. و امروز من رفتم متروی شهدا نشسته بودم منتظر بودم که دوستان بیان. یکی از دوستان خودش یه ذره دیرتر میرسه حالا و من همینجور نشسته بودم. یه دفعه دیدم آرمیتا اومد بالا سر رسم اونا بودم آرمیتا بالا سرمه و سلام علیک کردیم. مثل همیشه اومد نشست رو صندلی. من گفتم وایسا مهلا بیاد که با هم بریم. گفتیم خندیدیم همینجور منتظر موندیم تا مهلا بیاد.
من سرم برگردم ببینم مهلا کجاست، دیدم داره با سرعت میاد که مثلا ما بتونیم این قطار سوار بشیم، چون یه مقدار دیر شده بود و دیر میرسیدیم. همون لحظه من و آرمیتا از صندلیمون بلند شدیم که مثلا بریم به سمت در. اول من وارد شدم و آرمیتا داشت میومد داخل و فاطمه هم یه جورایی وسطش بود. یهو آرمیتا بیهوش شد و افتاد دیگه. رفتیم و اول مهلا وارد مترو شد، وارد قطار شد، بعد پشت سرش آرمیتا رفت تا من هنوز نرفته بودم، تا اومدم پامو بذارم داخل قطار. یهو آرمیتا از پشت افتاد و سرش خورد به سکو، بین سکو و خود در مترو سرش محکم برخورد کرد به اونجا. من تعجب میکنم بقیه دارن مثل چی؟ کمک خواستیم که حالا بکشیمش بیرون که در بسته نشه. در همین حین یکی از مسافران مترو با تماس به اورژانس عملیات احیا را انجام میدهد. اورژانس تهران بفرمایید. سلام، خسته نباشید. یه مریض داریم از مترو میدون شهدا چی شده؟ سرش خورد به در مترو افتاده بیهوشه. شما کنار میشی؟ بله. صداش کن روشونش بزن ببین چه واکنشی بهت نشون میده. دقایقی بعد اورژانس در محل حادثه حاضر شده و عملیات بعد اینجاها ببین این تصویر نگاه کنید. واکنشی بهت نشون میده. نکته جالبی که وجود داره این همون دوربینی که چند دقیقه قبل منتشرش کرده بودن تصاویرشو، ولی اینجا دوربینی دیگه ساعت نداره. یا اگه ما برگردیم عقب به این تصویری که آرمیتا داره وارد میشه، توی این تصویر خب دوربین ساعت داره، یعنی انگار میخوان ثابت کنن که تو این ساعت اومده. چجور اینجا دوربین ساعت داره اما وقتی که این تصاویر رو میبینیم، یعنی دقیقه 5 دقیقه و 11 ثانیه، خب اینجا تصویر دیگه هیچ ساعتی بالاش نیست. این یک سوتیه که اینا دادن. در محل حادثه حاضر شده و عملیات احیا را انجام میده. دقیقی بعد اورژانس در محل حادثه حاضر شده و مارکت مترو 6 و 5 متر کرده. اینجا ساعت 6 و 52 دقیقه صبح. اما تاریخ و ساعت رو نمیبینید. خب این مشکوک میکنه قضیه رو دیگه. حادثه حاضر شده و عملیات احیا را انجام میدهند. آرمیتا همکنون در بیمارستان. به این 3 خانم دقت بکنید، به این 3 نفر بستری است. در پرونده پزشکی او علت بیهوشی کات شده، ولی تو تصاویر دیگه هم هست. اگه ببینید حالا اینجا تصاویر خود شهردار تهران میبینید که توی ایستگاه‌های توی خود اون واگن‌ها دوربین هست، اما این تصاویر هیچ وقت هنوز پخش نکردن. و حالا جلوتر یه سری تصاویر بهتون نشون میدم که متوجه این قضیه میشید. افت فشار عنوان شده و خانواده او چنین درخواستی دارند. فیلم مترو رو دیدم، چک کردم، چیزی خاصی نبود که بخوام مثلا حالا مصاحبهش رو برای شما کامل یه چیزی درست کنم. فقط ممنون میشم که دعا کنن بچم هر چه زودتر خوب بشه. اما به نظر میرسد رسانه‌های معاند پس از شکست در سالگرد اغتشاشات گذشته از این حادثه به دنبال یک درگیری و مشاجره بودند تا با شبیه سازی آن ایجاد بحران و ناامنی را دوباره برای کشور کلید زنند. اما حالا افت در این 3 خانم اگه نگاه بکنید دقیقاً توی تصویر دیگه هم هست، با دستشون دارن انگار شبیه این ماموره حجاب اینا دارن با دستشون نشون میدن که یه دوربینی اونجا وجود داره. اینجا یه دوربینه، الان گاوهون زایده میشه. و مصاحبه های خانواده‌اش هم وقتی میریم کامل میشنویم، توی صحبت خانواده‌اش حالا تصاویر دوربینا هم هست و حالا اضطراب و نگرانی عجیبی دارن، انگار مثلا بهشون گفتن این حرفو بزنید، مدام از کلمه نمیدونم استفاده میکنن. ببینید صبحش که مدرسه میرفت، خب با دوستاش قرار بود تو مترو شهدا همدیگه رو ببینن. حالا اونجا که رفته بودن دخترم فکر کنم فشارش افتاده بود، نمیدونم چی فکر کنم، حالا گفتن فشارش افتاده. خب فشارش افتاده یا خورده زمین، بعد لبه سرش به لبه مترو خورده دیگه. بچه‌ها آوردن بیرون، دوستاش یکی جلو بوده یکی عقب از دوستاش، اینا آوردن بیرون دیگه، زنگ زدن به اورژانس و دیگه بچه‌ها آوردن بیمارستان. 2 تا دوستاش همراهش بوده، رفته مترو
تو قطار سوار شده، ما دوربین رو هم چک کردیم، رفته اونجا. نمیدونم حالا یه دخترها یکی جلوش وایساده یکیش عقب وایساده، رفته تو افتاده، نمیدونم حالا بیهوش شده، نمیدونم چجوری شده افتاده، کشیدن بیرون با آژانس زنگ زدن، آوردن بیمارستان و رسی میکنن بیمارستان. خوبم واقعا ممنون میشم، داره بدرسی میکنن، همکاری میکنن، کمکش میکنن، واقعا ممنونم. من تصاویر مترو رو دیدم، اون چیزی که مردم میگن فکر نکنم باشه. من خودم قشنگ تصاویر رو دیدم که مثلا چجوری افتاده، چجوری بچه آوردن، پیگیر این قضیه بودم. فیلم مترو رو دیدم، چک کردم، چیزی خاصی نبود که بخوام مثلا حاشیه یه چیزی درست کنم. فقط ممنون میشم که دعا کنن بچم هر چه زودتر خوب بشه. نه ما همه چی برامون ثابت شدیم، فیلم‌ها رو همه چی چک کردیم، دیدیم که من همیشه اینجا هستم. کسی که بچهش تو این حال باشه با این سرعت نمیتونه بگه که من همه چی برام ثابت شده. و مردم عادی که از دور میبینن با توجه اون سابقه‌ای که اون سیستم حکومت داره هیچ وقت خارجش این قضیه ثابت نمیشه. بعد بیا تو جلوی دوربین با قاطعیت بگید ما همه چی برامون ثابت شده. اصلا میبینن رسیدگیشون خدای خوبه. حالا از مردم درخواست دادن که براش دعا کنن که هر چه زودتر بچه‌م خوب بشه. خیلی ناراحتیم از این موضوع و اینکه هر دقیقه هم داریم حاشیه میبینیم، یه چیزای عجیب غریب میفرستن برامون و فقط دارن حال خانواده‌شون رو بد میکنن. در واقع اون چیزی که مردم هم میگن و میفرستن در واقع اون نیست، این حاشیه ها نیست. خانواده‌اش فیلم ها رو دیدن، چک کردن، بررسی شده، بعد اینا پخش شده. قبلش اول کلا خانواده اینا رو دیده. شما دیدین، همه دیدیم اینا رو، اوکی بوده. و اینکه دعا کنیم خوب شه، سلامتی خدا بهش برگردونه و به جوونیش ببخشه. اینو امیدوارم که چند روز دیگه اتفاقای خوب بیفته. لطفاً فقط دنبال حاشیه نباشه. بله اینم صحبته بوده که ایرنا منتشر کرده و البته تصاویری که منتشر کرده بود و این سه تا خانومی هستن که بهتون گفتم که دارن اشاره میکنن به دوربین. نگاه کن اینجا داره دوربین رو نشون میده. اگه دقت بکنید یه بار دیگه نگاه کنید، صداش میکنه و میگن قاتل به صحنه جرم باز میگردد. نگاه کنید اینجا میگه چی میگی؟ میگه اونجا نگاه کن، اونجا یه دونه دوربین هستا و کاملا از اون دست دارن تصاویر رو رصد میکنن. و حالا این هم مصاحبه‌ای هستش که با مامورای مترو جای مختلف انجام داده بودن و تصاویری بوده که منتشر شده. میتونیم حالا بشنویم و ببینیم چی گفته بودن. یکشنبه 9 مهر 1402 خانومی دانش آموز 16 ساله وارد ایستگاه شهدا در خط 4 میشن به قصد عزیمت به مدرسه. با دو تا از هم مدرسه‌ایاش ظاهرا قرار داشتن که با همدیگه سوار قطار بشن. لحظه ورود قطار به ایستگاه خب این سه نفر به سمت قطار حرکت میکنن، به سمت واگن 7 واگن انتهایی قطار ما حرکت میکنن. لحظه ورود این خانم طبق حالا فیلمایی که بازبینی شده ایشون تعادلش رو احتمالاً به علت افت فشار از دست میده و زمین میخوره. دقیقاً در ورودی قطار نصف بدنش داخل قطار، نصف بدنش بیرون. توسط همین دوتا عزیزی که همراهش بودن و سایر مسافران از قطار خارج میشه، میاد روی سکو. توسط همکاران من و یه خانومی که احتمالاً پزشک بوده کمک‌های اقدامات اولیه‌ای برای احیای ایشون انجام میشه تا همکاران اورژانس برسن. بعضی که همکاران اورژانس میرسن خب کارهای مقدماتی احیا رو انجام میدن، تمام تلاششون رو میکنن. بعد از اینکه کار مقدماتی انجام میشه و به یه حالت استیبل این بچه میرسه، اینو منتقلش میکنن به یکی از بیمارستان‌های تهران. در حال حاضر هم در این بیمارستان بستری تحت مراقبت پزشکی برای ایشون و خانواده‌اش هم آرزوی سلامتی داریم. امیدواریم هر چه سریعتر سلامتیشو به دست بیاره. آقای مهندس آیا برخورد چیزی بین برخورد یا عوامل اجرای شما یا کسایی که در مترو بودن رخ داده یا نه؟ شما بازبینی کردید فیلم رو؟ بله. خب طبق فیلمایی که ما بازبینی کردیم از لحظه ورود این خانم به ایستگاه و لحظه‌ای که از مدتی که روی سکو هم و سوار قطار میشن، توی فیلم ها هیچ نوع درگیری لفظی فیزیکی بین سایر مسافران و حتی عوامل ما هیچ چیزی وجود نداره و به هیچ عنوان همچین چیزی ثبت و ضبط نشده.
من اصلا تو ناراحت میشم. ضبط حرفا این صحبتا چیه؟ اصلا ناراحت میشم اینا. فکر کنید همچین برداشتی دارن. اون چیزی که مشخص هستش وقتی شما حتی اگر این اتفاق هم نیفتاده باشه، حتی اصلا هر چیزی که شما میگید درست باشه، انقدر شما سابقه بدی پیش مردم دادید، حتی اگر راست هم بگید مردم باور نمیکنن. این قضیه که دیگه همه چیش توسط شاهدان عینی ثبت شده و شاهدان عینی که اونجا بودن این قضیه رو اومدن و تجزیه و آنالیز کردن که ایشون یه برخوردی کرد تو همون بعد ورود به قطار شدن چی با این قضیه، برو بیرون هولش داده بیرون و نمیذاشته سوار قطار بشه و سرش برخورد کرده به احتمالاً در اگه جمع بشن اینو کشویی اون ستون اون بغل واگن. شما انتظار دارید اینا بیان راستشو بگن به مردم؟ مگه سر ماجرای مهسا امینی راستشو گفتم؟ چی این قضیه رو مشکوک‌تر میکنه؟ این که تدابیر شدید امنیتی در بیمارستان فجر محل بستری شدن مرحوم آرمیتا گراوند انجام شده بوده و اجازه نمیدادن هیچ کسی بیاد اونجا و گزارش بگیره. و اگه شما ترسی نداشتید چرا نذاشتید که آزادانه پزشکای آزاد و افراد پزشک آزاد اصلا فوشه براشون تو ایران یا افرادی که اونجا هستن بیان راجع به این قضیه تحقیق بکنن و واقعیت رو به مردم بگن؟ در صورت اینها توی تاریخ ثبت خواهد شد، جنایاتی که صورت میگیره و دروغ‌هایی که این افراد به مردم میگن یه روزی یه جایی برای مردم حقیقت کشف خواهد شد. برای مردم، برای خیلیاشون کشف شده، یه دیگه‌شون هستن که دیگه من نمیدونم دیگه برای این بلا سر یکی از عزیزترین کسای خانواده‌شون بیفته که اثبات بهشون بشه که اون حکومت چه رفتاری رو داره با افراد مختلف. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و حتما کامنت برای ما بذارید. برای دوستان خودتون تا میتونید اشتراک بذارید که ببینن این فاجعه ها رو و براشون ثابت بشه که چه اتفاقات کثیفی داره در پشت پرده اتفاق میفته. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون.